سلام دوستان، به خانه های شما آمدم با پختن یک تهجین خوشمزه. برای درست کردن تهجین باید برنج رو درشت برداریم و صاف کنیم. گوشت گوسفندی رو یا گوشت مرغ رو، هر کدوم رو که ذائقه خودت هست میتونی آب پس کنی. البته به همراه پیاز، فلفل سیاه، فلفل قرمز، نمک. گوشت رو بذار که خوب مزه دار بشه و پخته بشه و بعد ریش ریش کن و آماده بگذار. اگه از این قالب ها بگیری که تهجینت خیلی شیک و مجلسی میشه. کف قالب رو روغن بریز و بعد طبق فیلم زعفران آب شده رو بنداز، لایه پایینی رو برنج خالی بگذار و گوشت رو در لایه میانی قرار بده. برنج آبکش شده، گوشت ریش شده، نصف لیوان ماست، زعفران آب شده، هل، گلاب، روغن و زرشک رو قاطی کن و آماده بگذار برای مواد میانی تهجین. همینطور که در فیلم دیدین برنج سفید رو روی روغن و زعفران ریختیم و با کف قاشق خوب صاف کردیم و بعد مایه گوشتی رو در وسط قرار میدیم و دوباره روش رو برنج میریزیم. روی مایه گوشتی رو با برنج سفید دوباره میپوشونیم و تیکه های کره رو هم روی برنج میچینیم و سرپوش ظرف رو میگذاریم و بعد با شعله خیلی کم میذاریم حدود 1.5 ساعت دم بکشه. بعد از 1.5 ساعت گاز رو خاموش میکنیم و از قالب جدا میکنیم و روش رو تزیین میکنیم. از این قالب های قشنگ حتما بگیرید که واقعا تهجین شیکی به دست میاری. ناگفته نماند که ما انواع تهجین ها رو داریم و خیلی از دوستان تهجین بادنجون هم درست میکنن، یعنی به همراه همون گوشت و ماست و زعفران و گلاب تیکه های بادنجون سرخ شده رو هم به تهجین اضافه میکنن.